اندونزی، کشوری که به سرزمین عجایب معروفه. این کشور با جمعیت 298 میلیون نفر چهارمین کشور پرجمعیت جهانه. کشوری که به معنای واقعی زن‌سالاری در اونجا حاکمه. توی این ویدیو قراره با حقایق جالب کشور اندونزی بیشتر آشنا بشیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اندونزی با اماکن دیدنی و فرهنگ خاصی که داره، یکی از کشورهایی هست که به بهشت ماه عسل زوجهای جوان معروفه. پایتخت این کشور جاکارتاه با 1,919,440 کیلومتر مربع. اندونزی 15مین کشور بزرگ جهان از نظر مساحته. کشور اندونزی از 17,508 جزیره بزرگ و کوچیک تشکیل شده و در جنوب آسیا قرار گرفته. دین 85% از مردم اندونزی اسلامه و مابقی از مسیحی‌ها، هندوها و بودایی‌ها تشکیل شده. حالا بریم سراغ رسم و رسومات عروسی و زن‌سالاری در یکی از شهرهای اندونزی. استان سوماترا غربی اندونزی میزبان زن‌سالارترین مردم جهانه. در این منطقه مدیریت همه چیز با زنان هستش. جزیره سوماترا ششمین جزیره بزرگ جهانه و حدود 45 میلیون نفر جمعیت داره. در این جزیره فامیلی فرزندان از فامیلی مادرشون گرفته میشه و تمام ارث و میراث هم به دخترها میرسه. در این منطقه دامادها بعد از ازدواج به خانه پدری عروس میرن و با اونا زندگی میکنن. جهیزیه هم بر اساس میزان تحصیلات و شغل داماد توسط خانواده عروس تعیین میشه. در این منطقه زنان بزرگتر کنترل تمام تبار خودشون رو بر عهده دارن و اونا در خونه حرف اول رو میزنن و مسئولیت تربیت فرزندان و رفاه خانواده بر عهده مردان است. جالبه که بدونید نام پایتخت اندونزی از همون اول جاکارتا نبوده و نام این شهر 5 بار عوض شده. آیا میدونستید بوروبودور که بزرگترین معبد بودایی جهانه در کشور اندونزی قرار گرفته؟ این معبد در لیست 7 شگفتی جهان قرار داره. جالبه که بدونید اندونزی بزرگترین تولید کننده ادویه دنیاست. همچنین این کشور 75% از جزء هندی دنیا را تامین میکنه. اندونزی اصلی ترین صادر کننده قورباغه در جهانه. این هم از حقایق جالب کشور اندونزی. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال فکت و مکت رو سابسکرایب کنید.